توی جلسه قبل قرارداد اختیار خرید رو با هم صحبت کردیم. خب همونجوری که خدمتتون گفتم آپشن ها یا قراردادهای اختیار دو مدل هستن. یه مدل اختیار خرید و یه مدل اختیار فروش. بریم با هم چند تا اصطلاح رو ببینیم و بعد مثال اختیار فروش رو با هم دیگه ببینیم. همونطور که قبل هم عرض کردم خدمتتون، قیمت اعمال بهش میگیم استرایک پرایس. در واقع قیمتی هستش که این قرارداد داره منعقد میشه. معمولاً تو چندین تا از این استرایک ها یه نماد رو نشون میدن، تو چند تا استرایک پرایس مختلف که میتونه بالاتر از قیمت الان بازار باشه، میتونه پایین تر باشه. معمولاً یه زنجیره‌ای از قیمت ها هستن و همینطور هم توی تقویم های زمانی مختلف. پس ما هم تو تقویم های زمانی مختلف داریم، هم توی قیمت های مختلف، یعنی استرایک های مختلف، هم تو کلندرهای مختلف. قیمت آپشن گفتیم همون پریمیوم هست که در واقع این قیمتی که آپشن داره قیمت گذاری میشه با توجه به پارامترهای مختلفی، مثل خود قیمت استرایک، بالا و پایین بودن استرایک از قیمت الان باعث میشه که قیمت پریمیوم بالا یا پایین باشه. و تاریخ انقضا، میزان نوسان پذیری دارایی پایه یا به اصطلاح ولتیلیتی اون هم باعث میشه که قیمت پریمیوم بالا یا پایین بشه. نکته بعدی زمان سررسید یا expiration date هست که زمانیه که خریدار میتونه از حق خودش استفاده کنه و همونطور که خدمتتون عرض کردم اختیار خرید اروپایی اختیار خریدی هستش که خریدار تا قبل از سررسید نمیتونه از این اختیار خودش استفاده کنه، باید تو زمان در واقع مشخص شده از این استفاده کنه. بریم آپشن پوت رو با هم ببینیم و بعد برگردیم یه سری قراردادهای دیگر رو با هم ببینیم. خب فرض کنیم همون دارایی پایه‌مون همون ملکیه که با هم دیگه صحبت می‌کردیم. گفتیم که ملکه هست به ارزش 10 میلیارد. یه خریداری داریم، یه فروشنده‌ای داریم. این دفعه جنس این هست اختیار فروش. خب تاریخش کی هست؟ همون فروردین 1403. جنسش هم هست اختیار فروش یا پوت، میگیم پوت آپشن. خب مجددا خریدار یه حقی رو داره میخره، فروشنده داره یه تعهدی میده، اما این دفعه جنس مفهومیش فرق میکنه، مفهوم سر فروشه. خب یه پریمیومی گفتیم که قیمت آپشن هست بین این دوتا داره جابجا میشه. پریمیومه بود 500 میلیون اگه یادتونه. همون مثال رو من میزنم دوباره. این دفعه خریدار میاد اختیار فروش رو میخواد بخره. حالا فرض کنید که خریدار یه ملکی داره و میترسه که قیمت ملک بیاد پایین، پس میاد یه اختیار فروشی رو میخره رو قیمت 10 میلیارد. 500 تومن داره، در واقع 500 میلیون داره پریمیوم میده، استرایک پرایسمون 10 میلیارده و میخره. فروشنده هم به هر علتی فکر میکنه که در واقع قیمت ها به گونه‌ای هست که بیاد این اختیار فروش رو در واقع بده. فکر میکنه بازار سعودیه، مثلا 10 میلیارد بعداً میشه 20 میلیارد، پس میاد اختیار فروش رو میفروشه، یه 500 تا پریمیوم میگیره. خب حالا بریم سناریوها رو بررسی کنیم. اگه تو تاریخ سررسیدمون یعنی فروردین 1403 قیمت این آپارتمان بشه 20 میلیارد، چه اتفاقی میفته؟ خب خریدار یه اختیار فروشی رو 10 میلیارد داده، الان قیمت 20 میلیارده، چرا باید 10 میلیارد بفروشه؟ بنابراین هیچ توجیهی براش نداره، پس پریمیوم رو پرداخت میکنه و عملا از حق خودش در واقع انصراف میده. فروشنده چی؟ فروشنده هم میگه که خیلی خب 500 ها رو دریافت کرده و هیچ اتفاقی براش نیفتاده چون رو 10 میلیارد اینو فروخته بوده. اما اگه اتفاق دیگه ای میافتاد، یعنی بازار میریخت و 10 میلیارد مثلا میشد 5 میلیارد قیمت خونه، اون وقت خریدار میاد از حقش استفاده میکرد. تو تاریخ فروردین 403 میگفت من این خونه رو 10 میلیارد فروختم، باید از من برش داری. با 500 میلیونی که پریمیوم داده بود به قیمت 10 میلیارد میفروشه، در صورتی که اون دارایی الان تو این لحظه 5 میلیارده. عملا 5 میلیارد سود کرده. و فروشنده چه اتفاقی براش میفته؟ فروشنده عملا
مجبوره که دارایی رو 10 میلیارد بخره، در صورتی قیمت چقدر؟ قیمت 5. به خاطر گرفتن یه سود کوچیکی که اون 500 میلیونه بوده الان یه ضرر 5 میلیاردی داره میکنه. و اینجاست که ما میگیم که فروشنده های قراردادهای اختیار فروش یا خرید که جلسه قبل توضیح دادم ریسک های نامحدودی دارن میکنن در مقابل یه سود محدود. برعکس خریدار ریسک کمی کرده، 500 میلیون داده، ولی سود در واقع نامحدودی رو میتونه کسب کنه. شبیه این رو شبیهش رو البته تو قراردادهای بیمه ما داریم. مثلا کسی میره ماشینش رو بیمه میکنه روی قیمتی، اگه فردا برای ماشینش اتفاقی بیفته مجبوره که شرکت بیمه اون رو تو اون قیمت بهش پرداخت کنه. یا حتی بیمه خونه، بیمه آتش سوزی و بیمه های از این جنس از نظر مفهومی شبیه این هستن، شبیه اختیار فروشن. پس این یه قراردادیه که ما توی زندگی‌های نرمال هم داشتیم، نه فقط تو بازارهای مالی. خب من این مثال رو خدمتتون زدم که این جا بیفته مفهوم اختیار فروش با زبون خیلی خیلی ساده. برگردیم روی بحث اصطلاحاتی که میخواستم خدمتتون توضیح بدم. یه سری اصطلاحات داریم. اگه قیمت قرارداد یعنی استرایک پرایس ما روی قیمت بازار باشه میگیم اصطلاحاً عدمانیه و در واقع قیمت بازار دارایی پایه با قیمت اعمال یکیه، به این آپشن میگیم عدمانی. یه مدل دیگه مدل ایندمانی هستیم، یعنی قرارداد اصلا تو سوده. یعنی چی؟ در مورد قراردادهای فروش اگه قیمت اعمال بالاتر از قیمت دارایی پایه باشه اتوماتیک قرارداد ایندمانی است، همون اول که داریم می‌بندیم. پس در نتیجه پریمیوم قیمت زیادی داره و این توش لحاظ شده. من یه توضیح خدمتتون بگم. قراردادهای آپشن یه ارزش، در واقع اگه بگیم از چی قیمت گذاریشون تشکیل شده، یه قیمت قرارداد، یه ارزش حقیقی توش هست، یه دونه ارزش زمانی یا تایم ولیو، ارزش حقیقی اینسترکتیو ولیو و ارزش زمانی تایم ولیو. اونایی که ایندمانیان ارزش حقیقیشون اتوماتیک تو سود دیگه، به خاطر اینکه قیمت اعمال نسبت به قیمت بازار که مقایسه میشه یه سودی داره خودش همون لحظه، پس ارزش حقیقی بالاتری داره، بهشون میگیم ایندمانی. وقتی که آپشن میرسه به تاریخ انقضاش چی از دست میره؟ ارزش زمانی از دست میره. در واقع ما اون پولی که داریم پرداخت میکنیم به خاطر ارزش زمانی هست، به خاطر ارزش حقیقی هست. این دوتا با هم دیگه هستن که قیمت یه آپشن رو به وجود میارن. برگردیم روی فایلمون. داشتیم ایندمانی رو میگفتیم. در مورد قراردادهای خرید اگه قیمت اعمال پایینتر از قیمت بازار دارایی پایه باشه بازم میگیم این ایندمانیه. چرا؟ چون ارزش حقیقی داره. اما بریم سراغ عادمانی. عادمانی یعنی قرارداد از اول توی زیانه. در مورد قراردادهای فروش اگه قیمت اعمال پایینتر از قیمت بازار دارایی پایه باشه قرارداد عادمانیه، به خاطر اینکه اصلا ارزش حقیقی نداره دیگه. و در مورد قراردادهای خرید اگه قیمت اعمال بالاتر از قیمت بازار دارایی پایه باشه بازم عادمانیه. قراردادهای عادمانی ارزون‌ترن، قرارداد ایندمانی گرون‌ترن. عادمانی هم که اون تایم ولیو است که تو ارزش گذاریاشون میره جلو. البته مباحث ارزش گذاری، والتیلیتی، شرایط بازار، اینا هم رویش میتونه در واقع اثر داشته باشه. بریم راجع به وجه تضمین صحبت کنیم. تو بحث معاملات اختیار معامله خب ما یه وجه تضمینی داریم. وجه تضمین‌ها دو مدلن، یا وجه تضمین اولیه است و وجه تضمین لازم. وجه تضمین اولیه در واقع اون مبلغ اولیه است که معامله داره انجام میشه. خب خریدار که داره اون ارزش پریمیوم رو پرداخت میکنه، بنابراین خریدار نیازی نداره که وجه تضمینی بذاره چون از یه حق داره استفاده میکنه. ولی فروشنده داشت متعهد میشد، بنابراین اینجاست که فروشنده باید یه وجه تضمین اولیه‌ای رو در واقع یه مبلغی رو ارائه کنه که نشون بده که این تعهدش رو میتونه انجام بده. تو بعضی از موارد، تو بعضی از بورس‌ها، بعضی از قوانین ممکنه که امکان جایگزینی این مبلغ، جایگزینیش با دارایی پایه وجود داشته باشه که همین الان تو ایران هم این صحبت در واقع توی یه سری از پلتفرم‌ها هست. اما وجه تضمین لازم چیه؟
بعد از اینکه موقعیت فروش در واقع باز شد، چون ما گفتیم فروشنده باید این بچه تضمین‌ها رو بذاره دیگه، بعد از اینکه موقعیت فروش باز شد، خب حالا هر روز قیمت داره تغییر میکنه. اینجاست که بورس میاد یه بچه تضمین لازمی رو، یه بچه تضمین رو خودش اعلام میکنه تحت عنوان بچه تضمین لازم تو پایان جلسه، و فروشنده باید یه درصدی از این مبلغ رو طبق توافق قبلی، مثلا توافق میکنن 70% این مبلغ رو باید همیشه توی حساب خودش توی سامانه معاملاتی داشته باشه. این همیشه بحث بچه تضمین. اگه بیایم بگیم چرا آپشن داریم معامله میکنیم، به زبون خیلی ساده، یکی که مدیریت ریسک میشه. من میتونم با یه پول خیلی کوچیکی یه ریسک خیلی کمی یه ریوارد زیادی داشته باشم، پس این میتونه مهم باشه که من ریسکمو میتونم مدیریت کنم. از طرف دیگه مثل اون مدل بیمه که توضیح دادیم، یکی میتونه یه دارایی پایه رو بیمه کنه و بنابراین بحث مدیریت ریسک اینجا خیلی پررنگ میشه. نکته بعدی استفاده از اهرم‌های مالیه، یعنی به خاطر اینکه ما داریم با یه مبلغ کم پریمیومی، مثل اون مثال خونه‌ای که توضیح دادم با 500 میلیون تومان بنزه 10 میلیارد داره معامله میکنه، اون ارزش 10 میلیارد سود و ضررش رو در واقع داره قبول میکنه با اون 500 میلیونه که تازه ضررش فقط میشه همون 500 میلیونه چون محدوده اگه خریدار باشه. اینجا میگیم یه اهرم مالی وجود داره. پس در نتیجه یکی از مزایاش اینه که ما ممکنه بتونیم کسب درآمد، کسب سود خوبی بکنیم از این لوریجی که اینجا در واقع وجود داره. نکته بعدی توی مزایای آپشن دو طرفه بودن بازاره. اگه بازار داره میریزه، بازار نزولیه، وسیله‌ای دارم، ابزار مشتقی دارم مثل قرارداد آتی. مثلا این حالا قرارداد اختیاره. کلا بازارهای مشتقه این ویژگی‌ها رو دارن که دارم ذکر می‌کنم. در واقع چون بازار دو طرفه رو میتونین کار کنین، تو بازار نزولی هم میتونین کسب سود کنین. یعنی مهم نیست که حتما بازار باید بالا بره، میتونه بازار پایین بره و شما اگه جهت رو درست دیده باشین تو این بازار در واقع سود کنین. موفق باشین.